خوب دیگه چی انگیزه بود اینها را به این قهرمانی وادار کرد و اقدام به این کارهای خیلی بزرگ کردند، یعنی قهرمانی کردند. پیش از همه از نگاه من اون یک نوع تبلیغات بسیار فراگیر شوروی بود که تمام اتحاد شوروی را مثل یک وطن یک لخت نمایش میداد، یک وطن یگانه نمایش میداد و مردم بسیارتر ما میدونیم شعار اون زمانها با زبان روسی زراد نبود. این مثلا که همین مهر وطن که در تصورات مردم اون زمان تمام شوروی بود، مردم رو برانگیخت تا که این دشمن در واقع دشمن بشریت رو از بین ببرد. من یک دلیل همین را میبینم. دیگر شاید که بعضی عامل‌های سیاسی نیز باشد. مثلا اگر ما بگیم که یک قسمی زیادی مردم با خواهش دین شرکت کردند، دیگرشون از روی سیاست لازم بود که شرکت کنند و از وطن خود دفاع کنند. تبلیغات نه چندان میتواند سخت تاثیر کند وقتی که دل اگر نخواهد. هویت مردم زیاد بود، خدمت به شرف پاک انسانیت و اجر با اصالت خیش بود که تا که تاریخ ما را فراموش نکنند، یگان را فراموش نکنند. جنگ سال 44-45 این جنگ بی‌عدالتانه بود، چون که گرمانیا فاشیستی برای ضبط کردن تریتوری دیگر مملکت‌ها وای کرد، هجوم کردند. برای همین یکم سبب غلبه خلق اتفاق سوویتی بر دشمن همین بود که خلق نسبت به وطن مهر و محبت زیاد داشتند، با عدالتانه جنگ می‌بردند، برای همین غلبه کردند. هم دور جنگ بود بین مردم یک دوستی بود، رفاقتی بود، اتفاقی بود. مردم با همدیگر چخیل گویا که دوره سوویتی که بود همه اتفاق بودن، برای همین جنگ برود کردن. من فکر میکنم که انسان ها دیگرگونه بودن. انسان ها بسیار هم میخواستن که خب مادر و پدرشون رو احتیاط کنن، فرزندانشون احتیاط کنن، وطن احتیاط کنن، وطن برای فرزندانشون میراث گذارن. خود روح هر زمان تربیت میکند وطندار را، باید هم حسی خاص وطنداری هر کس